سلام. با معرفی یه محصول عجیب غریب که من تا حالا ندیده بودم در خدمتتون هستیم. کشکام، محصول شرکت سمیه که میبینیم اینجا نوشته که 20 برابر پروتئین و 3 برابر کلسیم بیشتر از شیر داره و محصولی که بر مبنای کشک خشک در واقع تولید شده. حالا باز کنم ببینم چه شکلیه. محصول شبیه چیپس داره و ظاهرش داره بدی نیست، جذابه. بخورم ببینم چه شکلیه. خب مزه که مزه کشک میده و همون کشک خشک یه ذره مزهش کمتر از اون چیزی که فکر میکردم متراکمه، ولی خب بعد از اینکه میخورید و حالا در دهانتون تجزیه میشه اون مزه کشک رو حس میکنید. در اون ابتدای خوردن خیلی مزه خاصی نداره، ولی در کل محصول با مزه و خوبیه به نظر من. قیمتش هم توی بهار 1402 12,000 تومنه. حجمش هم حجم قابل توجهی به نظرم برای این قیمت. البته احتمالا اگه کش بخوایم بخرین حجمش خیلی بیشتر از این خواهد بود، ولی به عنوان یک تنقلات محصول خوبیه. حالا به نظرم امتحانش بکنید اگر دوست داشتین. محصول مفیدیه، فقط مواظب باشین سردیتون نکنه.